سلام، خوش آمدین. امروز پرایسپت آمده، با هم رفته میبینیم که چی جوایزی داره دیگه. پرایسپت ما شما جوایز همی گودزیلا هست که در سیزن های قبل بود و جوایز زیادی داره دیگه. لباس گودزیلا هست، تایر آپگریدی داره و دیگه جوایزش هست که از قبیل تفنگ آپگریدیش هست. کروزا هست که کروزا ده لکی اسپن دور آورده و دیگه جوایزی که در پرایسپت هست همین لباس و تاور و هلمت و بعضی توکن هایی که تو توکن ها مثلا شما میتونین در لکی اسپن تفنگ آپگریدیشه یا مثلا دیگه چیزهایی که حوجه هسته بگیرین دیگه. پرایسپت ما 600 یوسی 600 یوسی از شما میگیره و بیکپک و اورلمنت همی کلی بندشه و تاور آپگریدی دیگه. دوتا لباسشه که هر دو رنگ لباس ها را یکیشه ده لیول 20 فکر کنم بر شما میته و یکیش هم ده لیول 30 بر شما میته. مثلا هر دو لباس شما میتونین بگیرین کلک کنین و بقیه میشن ها که پوره شد. مثلا میشن هایشه که کامل کردی از این توکن هایی که میبینی براتان از این توکن میده. هر میشنی را که پیش میبرید بدلش از این توکن بر شما میده. از این توکن ها شما میتونی در لکی اسپند استفاده کنیم، مثلا گروزها را بگیری یا دیگه پتهایی که آمده یا دیگه جوازهایی که برای گودزیلا مربوط میشه دیگه. بوده میتونی کتش کلک کنی دیگه. 600 یوسی هر خوب است. 600 یوسی قیمت یک متریال هم نیست. با 600 یوسی خرج کردن شما میتونی هم کلی جوایز بگیری و هم از این توکن ها میتونی که متریال هم خریداری کنی در لکی اسپنت ها. حتی که از این توکن ها میتونی شما متریال هم بگیری دیگه. خوش آرام باشی. خدا کنه که از ویدیو خوشتان آمده باشه. لایک و فالو یادتان نره. حمایت کنید دوستای عزیز. دیگر سوال پیشنهاد انتقادی هم که داشتید بخش کامنت بر ما بگی.